مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الحكم إلا لله. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان و بزرگواران را در برنامه الگوهای هدایت خوش آمدید میگویم. الله سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق بدهد تا اینکه بزرگان سلف صالحین و بزرگان دین را درست و صحیح بشناسیم و زندگی اونها را سرمشق زندگی خود قرار بدهیم. در جلسه گذشته پیرامون منابع مالی که چگونه دولت اسلامی و خلافت اسلامی در دوران خلیفه دوم اسلام فاروق اعظم ترتیب میافت و منابع مالی چگونه بود اشارات مختصر نمودیم. حالا بحث پیرامون دستگاه قضایی دوران سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه می باشد. هنگامی که دولت اسلامی وسعت پیدا کرد، هنگامی که در زمان خلافت سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه زمینی که الله سبحانه و تعالی به دسترس مسلمان ها قرار داده بود وسیع شده بود، همانطوری که دولت اسلامی وسعت پیدا کرده بود، خلافت اسلامی وسعت پیدا کرده بود، مسلمان ها با ملت های مختلف، با نژاد های مختلف، با اقوام مختلف، با لسان های مختلف سر و کار پیدا کرده بودند. وضعیت و تمدن جدید اقتضا می کرد که دستگاه قضایی کشور نیز توسعه پیدا کند. وقتی مسلمان ها در مدینه بودند و در اطراف مدینه و ما حول مدینه و یا این که در جزیره العرب قرار داشتند، قاضی که در رأس بود سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه، همه قضاوت تعلق می گرفت به خود سیدنا عمر و هنگامی که آهسته آهسته رو به وسعت رفت، در هر جایی که والی تعیین می شد، همان والی هم امور ولایت را پیش می برد و هم امور قضاوت را. اما هنگامی که دولت اسلامی و کشورهای اسلامی وسعت پیدا کرد، شهرهای زیاد تحت تصرف اسلام و مسلمین قرار گرفت، حالا والیان باید بیشتر و بیشترتر به امور ولایت خیش می پرداختند و نیاز بود که قضات و قاضیان جداگانه از والیان باید که وظیفه قضا و قضاوت را پیش ببرند. جالب اینجاست که
قانونی که در اروپا آن را به عنوان نظریه برای نظم بخشیدن به امور دولت و رعایت حقوق شهروندان در قرن 18 کشف کردن، یعنی در قرن 18 آمدن بحث نظم و نظام و امور و مسئله شهروندان و اینها را ترتیب دادن. از این غافلند دنیای غرب که اسلام قبل از 14 قرن این قانون را تثبیت کرد. این قانون را تثبیت کرد و جزء اصول نظام حکومت خود قرار داد. حتی نمیتوانیم بگوییم که سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه بنیانگذار این قانون نظم و اداره و حتی قانون بنیانگذار قانون قضاوت هست. قبل از سیدنا عمر خود نبی کریم صلی الله علیه و سلم این خشت نظم و نظام قضاوت را گذاشتند. چگونه؟ هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت معاذ را میفرستند رو به طرف یمن، میگن ای معاذ در اونجا چگونه حکم میکنی؟ میگوید به کتاب خدا، به کتاب الله و بعد به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن اگر مسئله پیش آمد که در قرآن و سنت نیافتی چه کار میکنی و چگونه عمل میکنی؟ گفت که از نظر خود و اجتهاد خود که خلاف قرآن و حدیث نباشد. پس در حقیقت اولین قاضی که از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاده شد به عنوان قضاوت، که رسول الله فرمودن چگونه قضاوت میکنی در بین بندگان خدا؟ گفت که قرآن حاکم قرار میدم، سنت رسول خدا حاکم قرار میدم و اگر در قرآن و حدیث نبود نظر خود را مطرح میکنم که خلاف قرآن و حدیث نباشد. پس اروپایی ها در قرن 18 این نظم و نظام و امور قضاوت را کشف کردن. اسلام قبل از 14 قرن این نظم و امور را تثبیت کرد و جزء اصول حکمت و حکمتداری خود قرار داد. قاضیانی که در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه بودند، البته وقتی که میگیم فلان قاضی در مکه و یا در بصره و یا در کوفه، لازم نیست که از ابتدای دوران سیدنا عمر تا انتهای خلافت سیدنا عمر این شخص قاضی بوده باشد، چون خیلی از قاضی ها تغییر و تبدیل می آمد. یکی را از بصره طرف کوفه می فرستادن، یکی را از کوفه و طرف بصره و یکی را سیدنا عمر عزل می کرد، خانه نشین می کرد و بالاخره صلاحیت قضا برایش نمیداد و یکی را تشویق می کرد. در این راستا به طور خلاصه و فشرده ما فقط نمونه ای از قضات دوران سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه اشاره میکنیم. عبدالله ابن مسعود قاضی کوفه و رئیس بیت المال. در کجا؟ در کوفه. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه. قیس ابن ابی العاص قریشی قاضی مصر، قاضی مصر که به عنوان قضاوت سیدنا عمر فرستاده بود. نافع ابن خزاعی هم والی و هم قاضی در مکه مکرمه بود، چون سیدنا عمر در جای که کسی را به عنوان والی روان میکرد چنان شخصیت روان میکرد که هم امور ولایت را پیش برده بتواند و هم امور قضاوت را. و بعد که مشاغل والی ها زیاد شد، سیدنا عمر بخش قضاوت را از بخش امور ولایت جدا ساخت. یعلا ابن امیه والی و قاضی در صنعا، مغیرة ابن شعبه والی و قاضی در کوفه، معاویه ابن ابی سفیان والی و قاضی در شام، عثمان ابن ابی العاص الثقفی
والی و قاضی بحرین و عمان. ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنهم اجمعین والی و قاضی در بصره، عمیر ابن سعد والی و قاضی حمص و همچنین قاضیانی که در مدینه منوره از طرف سیدنا عمر تعیین شده بودند. کیها بودند؟ در مدینه منوره در شهر رسول الله صلی الله علیه وسلم به زمان خلافت سیدنا عمر قاضی در مدینه کی بود؟ خیلی مهمه. کسانی که میخوان بین سیدنا علی ابن ابی طالب و بین سیدنا عمر تفرقه ایجاد کنن هرگز نمیتوانند. محبت و دوستی که بین اصحاب و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وسلم بود در حقیقت ازهر من الشمس هست. نمی شود خورشید را با انگشت ناپدید کرد. سیدنا علی ابن ابی طالب قاضی در مدینه منوره در دوران خلافت سیدنا عمر رضی الله تعالی و همچنین زید ابن ثابت و بعض دیگر از اشخاصی که در مدینه مسئله قضا و قضاوت در پیش می بردن. حالا وقتی که قضات را گفتیم و از مسئله قاضیای یا قاضیان سیدنا عمر مطرح کردیم، این نکته باید بدانیم که سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه قضات را شخصا تحت کنترل داشت، والیا را هم داشت، دیگر مسئولین را هم داشت، اما قضات بیشتر و بیشترتر تحت نظارت داشت و بر اونها توصیه میکرد. توصیه هایی که سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه برای قضات بود. چی توصیه میکرد سیدنا عمر برای کسانی که به عنوان قاضی در شهرهای مختلف میرفتن و در سمت قضاوت قرار میگرفتن؟ سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه همیشه برای قضات توصیه به عدالت داشت. همیشه هر کسی که به سمت قاضی معرفی میشد در هر شهر، در هر منطقه، در هر دیار، سیدنا عمر توصیه به عدالت میکرد و همیشه سیدنا عمر قضات را از روز قیامت که چگونه روزی است آنها را هشدار میداد و برای قضات میگفت که متوجه باشید که روزی می آید که از شما ذره ذره محاسبه می شود، حساب گرفته می شود. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه برای قضاتی که در شهرها می فرستاد ویژگی های تعیین کرده بود. این ویژگی ها چیست؟ ویژگی های یک قاضی. هر انسانی که به سمت قضاوت می نشیند، به چوکی قضاوت می نشیند، اگر این ویژگی ها را داشت، این قاضی خدایی است. این کسیه که در مسند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نشسته و کسیه که در حقیقت هر لحظه ملائکه رحمت او را سلام می کنند و بر او دعا می کنند. اما این ویژگی هایی که الان بیان میشه که سیدنا عمر برای قضات در نظر می گرفت، اگر یک قاضی این ویژگی ها را نداشت پس قضاوتش للهی نیست و این قاضی نمیتوان گفت که من بر مسند انبیا نشستم و من یک قاضی خدایی هستم. اگر این ویژگی ها در وجود شخص قاضی نبود، این قاضی شیطانی هست. در حقیقت پیر و مرشدش، معلم و مربیش شیطان هست و هر لحظه او که در چوکی قضاوت نشسته این ویژگی ها که نداشت، هر لحظه ملائکه بر او نفرین میکنن و بر او لعنت میفرستن و هر لحظه غضب پروردگار عالم بر او نازل می شود. این ویژگی ها چیست؟ ویژگی هایی که سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه برای یک قاضی در نظر می گرفتن که این صفات را داشته باشه بر مسند قضاوت قرار بگیره. این ویژگی ها را بعد از یک میان برنامه کوتاه
ان شاء الله برمیگردیم و ویژگی ها را بعد از میان برنامه بیان خواهیم کرد. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد فرستاده الله است و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ویژگی های یک قاضی که بر مسند قضاوت می نشیند چیست؟ اول داشتن علم به احکام شرعی، معلومات کافی داشته باشد، ارتباط به قرآن، ارتباط به احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و ارتباط به مسائل فقهی که ائمه و بزرگان دین بیان کردند. خلاصه داشتن علم به احکام شرعی. دوم داشتن تقوا و خدا ترسی. قاضی باید خیلی از خدا بترسه و در حقیقت هم قاضی یک عالم هست. عالم وارث انبیاست. الله سبحانه و تعالی می فرماید انما یخشى الله من عباده العلماء. علما باید از خدا بیشتر و بیشتر بترسن، به خاطر که رحمت و غضب پروردگار، به خاطر اینکه میدانن الله سبحانه و تعالی چگونه عذاب دارد، چگونه جهنم دارد، چگونه بهشت دارد، الله سبحانه و تعالی چگونه بندگان را با کدام جرم چگونه عذاب می کند، چون او تفسیر عذاب علیم و مهین و عظیم خداوندی می داند. پس باید که قاضی، شرط دوم و ویژگی دوم این که داشتن تقوا و خدا ترسی است. سوم چشم طمع به مال مردم نداشته باشد. قاضی وقتی که پشت میز قضاوت می نشیند نباید که چشمش طرف جیب یک مسلمان یا به اصطلاح کیسه یک مسلمان، طرف سرمایه یک مسلمان و طرف خلاصه مال او شخصی که در مقابلش قرار گرفته چشم طمع نداشته باشد. این ویژگی سوم یک قاضی که بر مسند قضاوت می نشیند. چهارم فراست و زیرکی برای یک قاضی لازم و ضروری است. این از ویژگی های یک قاضی هست. در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه زنی آمد گفت که یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، شوهرم بهترین شوهر هست و با فضیلت ترین انسان هست. شبها تا صبح نماز میخواند و روز همه روزه دارد. سیدنا عمر در حق این زن دعا کرد و زن را رخصت کرد. خیلی قصه جالب و خیلی هم مهم. وقتی میگیم یک قاضی باید که از فراست و زیرکی برخوردار باشد که بداند و بفهمد و گپ را و حرف را زود متوجه شود. وقتی که این زن رفت، کعب در کنار سیدنا عمر نشسته بود، گفت یا امیر المؤمنین، چرا مشکل این زن را حل نکردی و او را رخصت کردی؟
سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه گفت عجب، این چی مشکل داشت؟ آمد از شوهر تعریف کرد، توصیف کرد و رفت. حضرت کعب گفت که یا امیر المؤمنین، این زن از دست شوهر آمد برای تو شکایت کرد و تو هیچ پاسخی ندادی. سیدنا عمر تعجب کردن، گفتن چگونه شکایتی؟ کعب گفت که آن زن را طلب کنید و از او پرسان کنید. سیدنا عمر فرستادن و زن آمد و بعد سیدنا عمر گفتن که ای زن، آنچه که در دل داری بگو، آیا مشکلی داری؟ بعد از اینکه سیدنا عمر این مسئله را برای این زن اجازه دادن که بگو، زن گفت که یا امیر المؤمنین، من یک زن جوان هستم، خواهشات دارم، ولی شوهرم تا صبح نماز میخواند و روز روزه میگیرد و هیچ توجهی به من نمی کند. وقتی که سیدنا عمر این حرف را شنیدن، برای کعب گفتن که تو قضاوت کن. کعب گفت یا امیر المؤمنین، در جایی که شما نشسته باشید من قضاوت کنم؟ سیدنا عمر فرمودن وقتی که تو مشکل این را تشخیص دادی، قضاوت هم تو باید بکنی. کعب گفت که شوهر این زن را طلب کنید. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه شوهر این زن را طلب کردند و کعب بین این زن و شوهر قضاوت کرد. قضاوت کعب چنین بود، رو به طرف شوهر این زن کرد، گفت تو وقت عبادت پروردگار را این همه که دوست دارید که شب به عبادت باشید و روز هم در عبادت، یعنی شب در قیام و روز در صیام، تو بین خود چنین فیصله کن که گویا 4 خانم داری و هر 4 خانم از تو خواهشات دارن، حالا 3 خانم تو را بخشیدن و 1 خانم تو را نبخشید، پس 3 شب را در قیام، در نماز به عبادت سپری کن و 3 روز را روزه بگیر و 1 شب در خدمت این همسر باش، چون این تقاضای حق کرده است تو، و روز را هم اگر توان جسمی نداشتی روزه نگیر، البته روزه نفل بوده. سیدنا عمر وقتی که این را شنیدن چی گفتن؟ خیلی نکته جالبی. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه گفت که والله قسم، والله قسم، قضاوت تو از تشخیص شکایت آن زن شگفت انگیزتر بود. پس چکار کن ای کعب؟ خود را آماده کن که تو قاضی بصره شوی و خود را آماده سفر کن. سیدنا عمر وقتی دیدن که کعب از فراست و زیرکی خوبی برخوردار هست، او را به سمت قضاوت قرار دادن. پس گفتیم که 4م ویژگی یک قاضی اینه که فراست و زیرکی داشته باشه. 5م نه سختگیر باشه و نه نرم خوی، بلکه انسان معتدل باشه. یعنی شخصی که در سمت قضاوت می نشینه باید راه اوسط و راه وسط و انسان میان رو، نه سختگیر باشه که نسبت به اشخاصی که به او مراجعه میکنن چنان سختگیری کنه که باز هم حق اونها ادا نشه و چنان سهل انگاری کنه و چنان نرم و نرم خویی به اونها نشان بده که اونها هم باز طرف گستاخ بشه و بالاخره به جرم و گناه و معصیت بیشتر اصرار کنه. پس ویژگی 5م اینه که انسان معتدل باشه. ویژگی های قاضی
که بر مسند قضاوت می نشینه زیاد هست که 15 ویژگی را سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه در نظر می گرفتن که 5 ویژگی را بیان کردیم که ویژگی اول داشتن علم به احکام شرعی، دوم داشتن زهد و تقوا و پرهیزگاری، سوم چشم طمع به مال مردم نداشته باشد، چهارم فراست و زیرکی داشته باشد، پنجم نه سختگیر باشد و نه نرم خوی بلکه انسان معتدل باشد. 10 ویژگی دیگر انشاءالله اگر عمر باقی بود به برنامه بعدی خدمت شما عزیزان و بزرگواران بیان خواهیم کرد. الله سبحانه و تعالی برای همه قضات عزیز و گرامی ما توفیق بده که اگر این ویژگی ها را ندارن در زندگی خود بیارن. قاضی که این ویژگی ها را نداشته باشه او در حقیقت نمیتوانیم گفت که او قاضی رحمانی هست، او عالم رحمانی هست، عالم خدایی است، بلکه اگر این ویژگی ها را نداشت شیطان اطرافش را میگیره و او را به سمت و سوی بیراه میکشانه و سرانجام او را با خود در جهنم میبره. اگر این ویژگی ها را داشت در حشر با پیامبر و با اصحاب پیامبر و با سیدنا عمر و با قاضیانی که در صدر اسلام که اصحاب جلیل القدر رسول معظم اسلام بودن با اونها در حشر میشه. الله سبحانه و تعالی برای همه قضات ما توفیق بده که این ویژگی ها را از آن خود بگردانن. انشالله متباقی این ویژگی ها به برنامه بعد. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله.